کیسه میکند. یک مرد میگد آمدم میگد نگاه کردم در یک کوچه که یک موی سفید را یک مرد لط و قین میکرد، میزد. موی سفید میگد در زمین بود. چگونه یک کار به انصافانه است وقتی ما و شما اگر یک موی سفید در زیر کوفت و لغتی اگر یک جوان بینیم، برای ما و شما خیلی نفرت آور است، زیرا نخواه موی سفید در زمین یک جوان به سوی او دست میکشد. این جوان میگه نگاه کردم راستی بار خیلی غضبناک شدم و نزد اون موی سفید رفتم، میگه و اون جوان تله کردم، گفتم این چی کاری به انصافی است؟ تو از خدا نمیترسی؟ این موی سفید کی هست که تو اینقدر عذاب و مشقتش میدهی؟ موی سفید میگه از زیر زمین به پشت زده بود، به سوی من میگه اشاره کرد، گفت ای دادر گو خوش به حال تو، گفت خدا ترا رحمت و مغفرت کند، لکن این گفت از بالای من کنده نکن، بگذار مرا لطقین کند. گفتم چرا؟ گفت زیرا همین مکانی که الحال این بچه بر من لط و کوب میکند، این بچه بیگانه نیست، این بچه من است. در همین مکان من پدر خود همچنان زده بودم.